فرودگاه بین المللی شهر برناول به نام کایوناورد گرمن تیتوف روز 23 فوریه در سامانه‌اش خبر داد که از 30 مارس پروازهای مستقیم در خط سیر نو خوجند برناول خوجند شروع می شود. این پروازها هفته یک مرتبه از جانب شرکت هواپیمایی اورالسکی آویالینی با هواپیمای راحت تمغه ایروبوس A320 انجام داده می شود. پرواز از خوجند ساعت 09:00 دقیقه رسیدن به برناول ساعت 11:50 دقیقه. پرواز از برناول ساعت 15:50 دقیقه رسیدن به خوجند ساعت 16:40 دقیقه. در معرفنامه خط سیر نو در سامانه فرودگاه برناول خوجند را پایتخت شمال تاجیکستان نام بردند. خوجند دومین شهر بزرگ مهم تاجیکستان به شمار رفته آن را پایتخت شمالی می نامند. در خوجند یادگاری های عصرهای میانه، مسجد و مزارها، باقی مانده های قلعه که مثل این شهر قدیم است حفظ شده. باز مکانهای دیدنی زیاد موجود است. با تاریخ این شهر می توان در آثارخانه کشورشناسی که در پهلوی یکی از دیوارهای قلعه جایگیر شده است می توان آگاه شد. خوجند که در بین سمرقند و قوقند جایگیر شده است طرز زندگی مردم ساکنان این منطقه را در خود تجسم می کند. در اینجا تاجیک‌ها، ازبک‌ها و خلق‌های دیگر بسند میبرند. برای بسیاری ها شاید طبیعت خوجند هم جالب باشد. در نزدیکی شهر آبنبار قیروقم و کوههایی که در پای آنها باغ‌های بزرگ بنا کردند جایگیر شدند. برای دوستداران کوهنوردی باشد منطقه اقصی جالب است. کمگی در فاصله 2 ساعت با ماشین در سمت جنوب جایگیر شده. کوههای بلندیشان بیش از 5000 متر در اینجا تا به فلک سر کشیدند. چپته ها برای پرواز در این خط سیر نو بین برناول و خوجند را می توان از سامانه شرکت اورالسکی آویالینی در خود فرودگاه برناول و همچنین در تمام اویاکاس‌های شهر برناول و ولایت آلتای روسیه خریداری کرد.